سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ آقا من اومدم یه ویدیویی ضبط کنم به مناسبت تولد و تولد بازی و داستان از این قراره که برای من از پارسال یه داستانی پیش اومد که دارم میبینم امسال چقدر برام حس خوب و راحتی و آسودگی داره و گفتم بذار این داستان تعریف بشه. شاید یه نفری باشه که مدلش مدل من باشه و این زاویه دید رو ندیده باشه و دوست داشته باشه که اینو بشنوه و شاید براش یه تغییر، چه میدونم، یه چیزی باشه گوشه ذهنش اینطوری که من نجات داد، برای اونم اینطوری یه گوشه ذهن باشه که از این زاویه بهش نگاه کنه. اینجوری بخوام تعریف کنم اینه که من یه آدمیم که بی نهایت روز تولد برام مهمه. من آدمیم که از صبح که پا میشم اینطوریم که از ساعت 12 شب، نه صبح پا میشم، از ساعت 12 که میری توی تولد تا 12 شب، من ثانیه به ثانیه تولدم برام مهمه. اینطوری تولدمه و برای آدمای دیگه ای هم که دوستشون دارم و هستن همینجوری مثلا تکون میخوام تولد مبارک، تولد مبارک و همه اینقدر هیجان. اصلا روز تولد به نظرم خیلی هیجان انگیزه. اما یه اتفاقی افتاد که از پارسال تا امسال اینجوری شدم که خب تولدمه و این تولدمه به شکل بدی نشده که مثلا میگم خب بزرگ شدم تولد دیگه، مثلا چی، اینطوری نیست. یه چیز دیگه، یه اتفاق دیگه افتاده به خاطر اون زاویه دیده که همچنان تولد هیجان انگیز، خوشحال هستم ولی هیجانش اینجا نیست و مثلا افراطی نیست. اتفاقی که افتاد پارسال این بود که ما هیچ برنامه‌ای نداشتیم برای اینکه تولدمو چیکار کنیم و اینا. دیگه نشستیم با مهدی برنامه‌ریزی کردیم. آقا من می‌خوام دریا، من می‌خوام اون رستوران، من می‌خوام این کارو کنم و بیای خب اوکی این پلنو انجام بدیم بریم. و در این حین یه سری اتفاقات افتاد که ترافیک شدید، ایلیا گریه رو اصلا شد زهرمارترین تولد جهان هستی. یعنی ما رفتیم لب دریا، من دیگه آمپره اعصابم اینجا بود. خب الان اصلا فصل، حالا امسال یه ذره گرمتره ولی دیگه آبان دیگه فصل خنک و پاییز طوریه دیگه. پارسال من رفتم وسط دریا تا اینجا بدون اینکه لباس آورده باشم و اون تنها هیجانی بود که میتونست هیجانی که در من بود و مثلا یه ذره کمش کنه. یعنی اون حجم از هیجان یه جایی خالی بشه این بود. این یه حرکت انتحاری زدن و توی آب رفتن بدون لباس و اونجا سبک شدم. ولی همچنان مثلا میگم ما تو ترافیک گیر کردیم و زهرمارترین تولد شد. من غمبرک داشتم واسه تولدم. اما گذشت و توی اون هفته من این گوشم رو سوراخ کردم. این دوتا گوشم و اینجا رو که معلوم نی، اینو سوراخ کردم توی فکر کنم روزای بعد تولدم بود، دقیق یادم نمیاد که چه روزیش بود، ولی اینو گفتم به خاطر تولدم میرم کوتاه میکنم. و این داستان داره. داستان این گوش سوراخ کردن من چیه؟ اینه که من قبل از این که ایلیا به دنیا بیاد اصلا من سوراخ کردن گوش یکی از آرزوام بود، ولی از خدا بیخبری گفته بود که این درد داره. خب اونم البته از زاویه درد خودش گفته بوده دیگه، حالا هر کسی بدنش هم درد رو به شکل متفاوتی تجربه میکنه و این مونده بود تو ذهن من که این سوراخ کردن این درد داره و خیلی عذابه و اینو. به خاطر همین شده بود یه کاری سخت که من نمیتونم انجام بدم و خیلی دوستش داشتم. نشون شد که من گفتم ایلیا که بچه‌مو که به دنیا آوردم دیگه از زایمان طبیعی که سخت‌تر نیست، من میرم سوراخ میکنم. و رفتم بعد 6 هفته رفتم ولی باز ترسیدم، نتونستم اینو سوراخ کنم. من این پایین گوشم یعنی یه ذره بالاترش رو سوراخ کردم و انقدر بعد 2 ماه اذیت کرد و عفونت کرد که در آوردم دیگه. بیخوابیای بچه داری هم بود، نمیتونستم که بیدار بمونم. حالا خلاصه اینو در آوردم و این گوش سوراخ نشد تا زد و پارسال من اینو سوراخ کردم برای تولدم، یعنی به مناسبت کادوی تولدم گفتم بیا برو این کار بکن. بعد شما نمیدونین من چقدر خوشحال بودم. یعنی هنوز که من اینو توی آینه میبینم اینطوری هم که گوشم سوراخ کردم و لذت دارم میبرم. اصلا هر باری که این دوتا رو نگاه میکنم دارم کیف میکنم. بعد این شد که من تو فکر فرو رفتم. یه شوک اینطوری شد برای من که چرا فلسفه این که چرا تولد برای تو، یعنی با تراپیستم هم صحبت کردم اینا. خلاصش این شد که من به این نتیجه رسیدم که آقا روز تولد برای من
اون روزیه که من به خودم اجازه میدم جسارت داشته باشم، اجازه میدم آزاد باشم، اجازه میدم هر کاری دلم میخواد بکنم، اجازه میدم آرزو کنم، اجازه میدم به ترسام غلبه کنم، اجازه میدم که حقیقتا آزاد باشم، به معنی واقعی کلمه آزاد باشم. روز من، اختیار من، هر کاری دلم بخواد میکنم. و به خاطر این انگار تمام 365 روز، یه روز کمترش 364 روز رو میخوام بچپونم تو یه روز من. و این سطح توقع منو همینطوری به صورت انفجاری میبره بالا و در نهایت هرگز نمیتونم اونقدر که باید راضی باشم و نمیتونم با شرایطم کنار بیام، حتی اگه تو بهترین حالت ممکنش باشه. و این هر دفعه باعث میشد که من از تولدم به جای اینکه مثلا رضایت کامل رو ببرم، یعنی مثلا 50%، با اینکه مثلا 50% خیلی بوده ها، ولی من 50% میدیدمش و روز تولد برام سخت میشد. و پارسال این اتفاق افتاد که بر من اینجوری بود که تو چرا داری این کار میکنی عزیزم با خودت؟ حالا که بس اینو فهمیدی، تو اگر یک روز رو قرار دادی برای اینکه حس آزادی و حس هر کاری که دلت میخواد بکنی، بیا از امسال تا سال بعد به خودت قول بده هر روز تولدته. حالا نه صرف اینکه تولدته، ولی هر روز احساس اینو داشته باش که تو آزادی هر کاری دلت میخواد بکنی، تو میتونی هر کاری دلت میخواد بکنی. و من این کارو کردم، حتی تو ماهای اولش پررنگ‌تر، و صرف اینکه مثلا نمیدونم 3-4 روز بعدش بود گفتم چقدر دلم سوشی میخواد، نه ولش کن نمیخواد حالا الان برم بخورم و اینا. من نمیدونم مثلا ما چجوری شد که علاقه‌مند شدیم به این سوشی. البته ما سوشی پخته میخوریم. حالا خلاصه اینطوری بود. بعد گفتم نه بابا غذا داریم و اینا. گفتم پاشو برو، مگه تولدت بود نمیرفتی؟ پاشو برو و بریم و آقا شام بریم سوشی بخوریم. اینطوری شد. و مثلا خیلی اتفاقای دیگه ای که به بهونه تولد، مثلا دیگه این تو ذهنم بود که امروز تولدمه، پس یعنی تو آزادی امروز همون کاری رو بکن که روز تولد میخوای بکنی، امروز همون جسارتی رو داشته باش که تو روز تولدت داری، همه روزها تو بیا جسارت دار زندگی کن. نه اینکه 100% موفق بوده باشم، نه اینکه یادم نرفته باشه اینا، یادم مونده باشه و اینا، ولی دارم میبینم امسالی که الان تولدمه من حالم خیلی بهتره. از صبح که پا شدم اعصابم خورد نیست، هیجان بالایی ندارم، کار خاصی نمیخوام بکنم، تولدمه، آخ چون تولدمه و همین مثلا خوشحالم، ولی اون هیجان و بار اضافی که هر سال اضافه میکردم بهش رو ندارم. نه تنها اونو ندارم، بلکه توی یه بازه 1 ساله من تونستم که آزادتر و جسورتر فکر کنم، زندگی کنم و این برای من دستاورد خیلی بزرگی بوده. نمیدونم بقیه نسبت به تولدشون چجوری هست، برای بقیه چطوریه و اینا، ولی داستان من از تولد این شکلی بود و دوست داشتم که اینو به اشتراک بذارم که هر روزتون رو یه جوری شجاع باشید که خودتون باشید و خیلی هم کار سختیه، یه جاهایی یادمون میره و به نظرم این اصلاح کردن خود درونی آدم، من وقتی که خامی زیادی داره، نه ناکافی، اینطوری خوب نیست، مثلا ناکافی نمیشه، خامی زیادی داره، درست کردنش و درک کردنش و تغییر دادنش بسیار بسیار به نظر من کار سختیه که حتی از کار معدنم میتونیم بگیم سخت‌تره. و یه کار دیگه جالب دیگه‌ای که من داشتم میکردم و چند سالی که متوقف شده و بعد امسال دوباره شروعش کنم، این دفترم بوده، دفترچم. من خیلی دفترچه زیاد دارم و کارهای متفاوتی انجام میدم. یکی آرزوام، فکرم یه بار گفته بودم، آرزوامه، یکی ایدامه، یکی این دفترچه‌ایه که برای تولدامه. خب از 2021 شروع شده و مثلا من اومدم نوشتم مثلا 30 سالگی چه چیزایی رو یاد گرفتم. امسال یاد گرفتم که سکوت کنم، امسال فهمیدم مسیر هنریم چیه، برای نقاشی عاشق‌تر شدم، فهمیدم باید دوستان فلان 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 اینطوری. بعد مثلا دماغم رو سوراخ کردم، خوشحال بودم دیگه. 31 مثلا نوشتم که یاد گرفتم که باید بر خودم وقت بذارم.
الان که دارم اینو میخونم شاید یه جاهایی هم الان تو این سن باز یادم میره و باید مثلا اینا رو مرور کنم. حقیقت اینه که من برنگشتم هیچ وقت مرور کنم اینا رو، ولی این بر من جالب بود که شروع کردم نوشتن دستاوردهایی که داشتم ولی فهمشو نداشتم. این کارو داشتم میکردم ولی حقیقت اینه که من فهمشو نداشتم که دارم چه کار مهمی انجام میدم تا پارسال فهمیدم که این که تو داری 1 سال تو مینویسی، اینی که تو داری فقط رسیدن یا یاد گرفتنه نیست، بحث اون جسور بودنه میشه دیگه، که تو این 1 سال جسارت کردی که هر روز زندگی کنی، هر روز نترسی. برای من این دوتا آزاد باشی، انتخاب کنی، این برای من خیلی تاثیرگذار بوده میگم. و این کارم من با ادامهش بدم که حالا میگم 2 ساله از وقتی ایلیا به دنیا اومده ننوشتم. نه 2023 هم نوشتم، آره دیگه 2024 هم 2024 هم نوشتم. خب دیگه همین امسال رو ننوشتم، باید بنویسم. آره اینم ایده باحالیه، اگه کسی دوست داره چیز کنه این کار رو انجام بده. هر اتفاقی که میفته، نه اینکه یه شب میگم من امسال تنبلی کردم، اینکه یه شب بنویسی نیستش، اینو بنویسی هر روزی که یه اتفاقی میفته، یه کاری میکنی که اصلا هیجان داری براش، مثلا همون که دماغم سوراخ کرده بودم نوشته بودم، اینو وارد این دفتره کنی. به نظرم خیلی چیز باحالیه. و اینکه اگر مثل من هستید توقع خودتون رو از روی یه روز بردارید و در 365 روز پخش کنید، نه فقط یک روز. این بر من خیلی تاثیر داشت و باعث شد امسال تولد خیلی آرومتر اما دلچسبتری رو تجربه کنم. به امید دیدار. خدا نگهدار.